آقا اینم تعویض هیدرولیک فرمون با دستگاه جدیدمون دو تا 1 لیتری باز کردیم، 1.5 لیتر ریختیم داخل دستگاه که برای سرویس کردنش. الان داره کار سرویس انجام میده داخل خود لوله. بعدن پمپ هیدرولیک، جعبه فرمون همه رو سرویس میکنه، تمیز و تمام میشه. اینم خدمت شما سرویس سیفادی در خدمت شما هست. هر وقت تشریف بیارین سرویس روغن ترمز هم انجام میدیم، تعویض روغن ترمز هم با همین دستگاه انجام میدیم. الان داره کار تزریق هم داره انجام داده، الان داره مکش رو سرویس میکنه با هم بشوره. شما سرویس سیفادی.